ضبطی. سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میریم سراغ بازی ماینکرافت و یه ویدیوی خوبه که پناهگاه زیرزمینی میخوایم درست کنیم. به عبارتی که فکر کنم آره دیگه پناهگاه زیرزمینی میخوایم درست کنیم و من از اینجا وسایلمو برمیدارم و که راه بیفتیم. بچه ببخشید یه لحظه مشکلی واسم پیش اومد. خب این چست هم اگر بشکند. خب بچه من تو سریویل بازی میکنم و وسایل مورد نیاز رو با خودم آوردم. این بیل که خیلی مهمه، درختم من کاشتم. خب میخوام اینجا درست کنم، یکی اینجا باشه، میخوام اینجا درست کنم، جاش اینجا باشه. بعد بریم پایین‌تر رسیدیم به سنگا. ایوا یکی یادم رفت. خب اینم بیارم اینجا بود. هیچ یادم رفت بیارم از خونم. بچه ها من یه همچین چیزی ساختم، وقتی رفتم دور که برگشتم دیگه گم نشه خونم. ایوای ببین کجا افتادیم، توفت روحت. ترسیدم گفتم کجا افتادیم. خب من وسایلای خونم رو بردارم، واسه شون زحمت کشیدم، ما داریم زحمت میکشیم. مشکل داری؟ خب اینجا دیگه خونه خالیه، هر کس خواست من درست کردم ولی الان خالیش کردیم. هر کسی خواست میتونه بیاد اینجا یه چیزی بسازه. خب اینجا بودیم، بله اینجا بودیم. بریم سراغ ویدیو. خب اینجا من اینا رو میکنم. اینجا من یه بلوک هم میکنم. خب اوکی اینا رو میکنم، فقط کن میکنه. یه لحظه من این چست رو دارم اینجا. خب اینجا رو اوکی. خب شروع کنیم. خب میخوام از اونجایی که میخوام خونم بزرگی باشه بچه ها، من شیدر پک زدم واسه ماینکرافتم و فکر کنم کیفیتش خوب شده. اینجا نردبون میذاریم و الان دار خب من یه دونه میذارم اینجا. بچه شیدر پک واقعا عالی شده، انتظار نداشتم اینجوری بشه. بعد آخرین نسخه شیدر پک رو فکر کنم زدم. بچه ها میخوایم ویدیو بعدی رو ریاکت بریم، بالاترین کیفیت ماینکرافت. فکر کنم دیگه کافی باشه، یه دونه بلوکم بکنم دیگه کافی. منظور یه ردیفه ها، یه دونه بلوک فکر کنی نمیدونم، یه ردیفه. خب الان یه سقفی هم بکنیم. یه کمی ارتفاع بگیریم.
خب از اینو به به بکنیم کار در بیاد. خب اینجا اوکی شد دیگه. اضافه ترم داریم. خب اونمون اوکی شد و این تخت خواب اول بذارم اینجا بخوابیم صبح بشه. خب صبح شد ما بلند شدیم و بچه‌ها میخوام کف اینجا رو اینجوری کلی مثلا اینجا رو میخوام چی میگم بهش وای خدا چی میگم دیگه تخته کنم دیگه. کل اینجا رو از این کنم از این چوبا اینجا وسایلامو میذارم. این چقدر هم وسایل داریم. اینا خیلی هاشون اضافه هم. این بمونه این بره. خب بعد یه دونه از اینا هم بسازیم. هم بذاریم اینجا. خیلی گذاشتیم دیگه بلکن. خب اینجا میخوایم الان شروع کنیم به کندن. شروع کنیم. بچه آیفون ما زنگ خود یه لحظه من برگردم. خب بچه ببخشید این آیفون ما زنگ خورد خاطر همین نتونستم ادامه بدم. الان از اینجا میسازیم. خب منظورم این بود بچه ها. نه اشتباه شد. شکست مبارک. خب تخت رو بذاریم اینجا و دیگه تمام. خب برای این نردبون یه نردبون درست کنیم. کار نردبون خیلی داشت لازمه. فکر کنم یه نقطه کافی باشه دیگه. خوبه اینجا برای امنیتش بیشتر باشه.
سقفم بذاریم. تمام. خب بعد اینجا 2 تا چراغ لازمه. وای مونده. تو الان بریم. فکر کنم دیگه 4 تا کافی باشه چراغ. خب میام من از اینجا برمیدارم اینجا، اینو برمیدارم و اینجا از اینا درست میکنم. دوباره رفیزی بسته. خیلی خوب شد. نه زیاد شد. این 4 تا زیاد شد به نظر من. بزنم اینجا میزنیم. اینجا نمیشه. تو راه یه دونه میتونیم بزنیم. خیلی عالی میشه بزنیم. نه ول کن. خب اینجا ما میخوایم بریم سراغ این گوشه ها. از اینا درست کنم. فکر کنم صدام کم میاد بچه. اینجا ها رو کامل درست کن. خب بچه یه لحظه من بیام توی اینجا ببینم ولوم صدام چقدره. خب خوبه، میتونید صدامو بشنوید. خب اینجا چوبی شد. اینجا نوراشو بذاریم. نمیزن این بقلم بر. اینجا چراغاشو برداریم. خب اینا رو بکنیم یه لایه دیگه بذاریم. نه یه نظرم کافیه. تموم شد. خب خوب شد. الان زیر پامونا اینو برمونده فقط. اینجا یعنی اینا رو هم برداریم. خب دیگه فکر کنم کافی باشه. خوبه. یه دونه اینجا موند که خب اینجا من اینجا رو بازم
بچه‌ها من فقط نمیدونم تو این بازی چطوری دارن TNT میسازن این یوتیوبرها. باید اون آموزششون نگاه کنم، خیلی باحالن. وگرنه تو مود کریتیو خیلی ایزی میتونستی TNT بزنی. گای نه بکنم دیگه ته کشید چوبامو. بچه این سبزا چی هن؟ این سبزا من نمیدونم چی هن، چه دردی میکنم، قدرت رو زیادتر میکنم. وگرنه هی من از اینا دارم میگیرم. خب خب الان از اونجایی که خیلی کم داریم از اینا، فکر کنم یه کافیه دیگه، زیادم هست. خب اینا رو هم بزنیم و دیگه این رو بزنیم، این رو هم بزنیم، بعد اینجاها ای اشتباه میزنم. خب اینا درست شدن، بریم بالا. دیگه فکر کنم چیزی نیست، یه تابلو درست کنیم بزنیم. سپر خب تابلو رو درست کنیم، ویلکام بزنیم اینجا، بعدش 4 تا مبل درست کنیم و یه دونه آتیش درست کنیم. فکر نکنم که بتونیم. خب دیگه تموم دیگه. خب دیگه این 4 تا اینجا بذارم. خب بریم بالا. خب اینجا بنویسیم ویلکام. ویلکام فکر کنم درست نوشتم، ویلکام بنویسیم. یه دونه اینجا پیشش از اینا بذاریم، بعد اینجا چکار کنیم، بریم این یارو ببینیم چه خبر. این تو چست دار اصلا چستش چیه پس نمیخواد خود نمیخواد. نریم بیرون های برو نرو. خب اشکالی نداره، من بچه اینا رو بزنم زود
بچه دارم وارزون دانلود میکنم، یه دفعه لاگین خواست دوباره لاگین کردم. خب اینجا چه خبره؟ بازل کنم. خب دیگه تموم شد دیگه کارمون. اینجا رو دیگه فکر نکنم هیچی مونده باشه. یا نه هایی اینجا زامبی نه. اینجا زامبی هست بکشیمش. داداش می کجایی؟ بیا جلو. نه با کلنگی نه مادرت نه داداش، میدونی باید مراعات همدیگه رو. گم شد کثافت. گم شد دیگه. من یه شمشیر درست کنم از تو بگم چه قراره. اوی یه جلو. کجایی؟ کجایی؟ ترسیدی؟ وای ببین چقدرن. خداحافظ. ای آدم اومدم بکشمتون. کجایی؟ ببین چند نفریم. گمشیم. یه کاری با شما بکنم که هیچ استفاده نکرده. خب دیگه دورو بر این محوطه زامبی نیست، خدا رو شکر. بچه ها این بود از ویدیوی ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه از آپارات میبینید که باید هم از آپارات ببینید، چون که دیگه تو آپارات میخوایم فعالیت کنیم. یوتیوب رو ول کردیم و هیچی دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.